عرض سلام و احترامات به تمام کسایی که ما را بیننده هستید. مدت 3 ماه میشه که ما در پارک آرژانتینای اسلام آباد G62 به خاطر دفاع از حق و حقوق انسانی خود گرد هم اومدیم. 3 ماه و 10 روز شد که ما در فضای باز، در پارک، در جایی که اصلا سقف بالای سر نیست زندگی میکنیم و تعداد زیادی در اینجا هستن که با مشکلات زیاد زندگی را به سر میبرن. قسمی که معلوم است ما بودجه کافی برای تهیه غذا نداریم. بودجه کافی برای این نداریم که مریضایی که ما در اینجا داریم برای اونا دوا تهیه کنیم یا اونا را تداوی کنیم و به خاطر نبودن ویزا هیچ کس نمیتونه که از پارک بیرون بره، چرا که تمام پلیس هایی که در بیرون پارک هستن ممکن است اونها را دستگیر کنن و دیپورت کنن. ما اینجا خانواده هایی را داریم که کهنسالای هستن که مریض هستن، طفلایی هستن که مریض هستن و هوا رو به سردی هست که همگی اینجا مریض هست، ولی اصلا بودجه کافی برای این نیست که ما بتوانیم دوا تهیه کنیم و اونا را از امراضی که در اینجا است جلوگیری کنیم.